مهرابه تدیونی راد هستم. با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم یک دیوار رو با هم دیگه طراحی کنیم با مداد سیاه یا مداد طراحی. وقتی میخوایم ما سنگ فرش رو انگار طراحی کنیم یا دیوار رو طراحی کنیم، دیواری که سنگی هستش، روالش رو الان توی این آموزش بهتون آموزش میدم. اولی که به تعداد حالا مدلی که میخوایم یا طرحی که هستش میایم ما چند تا خط افقی رسم میکنیم، بعد اون رو بر اساس انگار مدل سنگ فرشمون یا دیوارمون میایم خطوط حدودی انگار اون دیوارها رو یا انگار سنگ هایی که توی دیوار هستش یا توی کفپوش هستش رو میایم طراحی میکنیم. بعد شروع میکنیم محدوده اطراف اون رو به طراحی کردن. مداد رو مستقیم نگیرین، یکم مداد رو به شکل مایل بگیرین، خمیده باشه مداد. وقتی خمیده هستش سایه ها تحت کنترل. شروع میکنیم از اطراف هر قطعه سنگ شروع میکنیم به سایه زدن. اولین کاری که میکنیم محدوده اطراف هر تکه رو مشخص میکنیم. بعد شروع میکنیم خیلی آرام و با ملاحظه در یک جهت سایه ها رو روی برگه کاغذ پیاده میکنیم. سعی کنین همه سایه هایی که میزنین در یک جهت باشه که خوش فرم‌تر و خوش شکل‌تر باشه. میتونیم در جهت های مختلف هم بزنیم، ولی این در جهت های مختلف برای قسمت هایی که قرار بعدن خیلی تیره بشه. برای اون قسمت هایی که یکم روشن‌تر هستش بهتره که در یک جهت سایه بخوره. بعضی وقتا خیلی میان این رو با محوکن انجام میدن. با محوکن هم میتونیم انجام بدیم، اما اینجا خواستم فقط با مداد و به شکل خیلی راحت انگار به شما آموزش بدم که خیلی هم کار رو سخت نکردم، که باز اگه بخوایم محوکن استفاده کنیم باز از این ساده تر هستش. نکنید دقت کنیم میبینیم که جهت مداد همش در یک سمته و به همین شکل های بر اساس اون شکل اصلی که ما داریم از روش انگار طرحمون رو سایه میزنیم، محدوده سایه هامون هم باز داریم مشخص می‌کنیم. بیشتر از اون چیزی که توی طرح اصلیمون سایه خورده وقتی که مستقیم روی کاغذ نباید ما سایه بزنیم و کمتر از اون هم نباید سایه بخوریم، چون فشار قلم رو جهت نور از بالای این سنگ ها هستش و پایین سنگ ها، یعنی قسمت پایینی هر قطعه سنگمون سایش بیشتر هستش، اون قسمت ها باید یکم سایه از قسمت پایین بیاد به سمت بالا. حالا بعضی جا هم هستش که انگار که سنگ گود شده و فرو رفتگی داره، چون ما سنگ ها رو اگه دقت کنیم، سنگ هایی که بعضی وقتا وقتی دیوارهای سنگی رو میان توی مثلا روستاهای شمال وقتی نگاه میکنی یا روستاهایی که حالا توی چه میدونم توی اون مناطق سرسبز اطراف شهرها هستن، معمولا با سنگ ها ساخته میشه دیگه، آجر نیستش. و سنگ هایی هم که استفاده میشه سنگ هایی که مال محیطه و شکل های مختلفی داره و همش شکل خیلی مشخص و هندسی منظمی نداره، نامنظم شکلش. به همین دلیل بعضی جاها هستش که فرو رفته سنگ و بعضی جاها هستش که به شکل برآمده. این رو ما باید بتونیم هنگام سایه زدن نشان بدیم و وقتی که بیننده داره اون رو نگاه میکنه در نهایت متوجه یه همچین تفاوتی بشه یا همچین ویژگی رو در سنگ احساس کنه. و هرچی که این احساسی که انگار توی نقاشیمون وجود داره بیشتر به بیننده انتقال داده بشه، اون به سمت واقعی بودن بیشتر میره، چرا که احساس بیننده رو درگیر میکنه. وقتی احساس بیننده درگیر شد احساس خوبی داره به نقاشی، لذت میبره و خواهان اون نقاشی میشه. میایم باز یک قسمت هایی هستش که قسمت بالاتر هستش، دوباره میایم یک سری بخش هایی رو به شکل خطوط میایم سایه میزنیم. نگاه کنین همچنان در یک جهت، مگه قسمت هایی که میخوایم دیگه خیلی پررنگ باشه که قرار بعدن اونها پررنگ بشه و یک مقدار اینها قرار بعدن پررنگ بشه. بعد قسمت هایی که حالا توی طرح در ادامه میبینیم رو میایم به شکل حالا یه سری خطوط دیگه مشخص می‌کنیم. یعنی این قسمت هایی که حد فاصله بین دو تا قطعه سنگ رو من میام خیلی آرامتر رسم میکنم. اینجا رو دقت کنین. یکم ویدیو بره جلوتر، بعد من ویدیو رو تند میکنم که حرکت تندش رو هم ببینین. همچنان من مداد رو در حالت مایل در دستم گرفتم و حالت قائمه و عمود نسبت به کاغذ نداره ها دوستان، دقت کنین.
اما وقتی که ما میخوایم ما سنگ‌هاش رو طراحی کنیم باید مدادمون رو یکم به حالت مایل بگیریم و فشار قلم رو کنترل کنیم. وقتی اطراف محدوده سنگ‌ها هستش یا خط مرزیش هر سنگ با سنگ دیگه هستش رو باید با یک خط خیلی پررنگ مشخص کنیم و بعد اون رو سایه‌های کم رنگ بزنیم و بعد فقط در حد یک ترک هستش. میتونیم اول از همه اون محدوده‌ای که سایه داره رو سایه کم رنگ بزنیم، بعد ما سایه میزنیم یا اگه واقعا کنترل فشار قلم رو دستتون هستش و دارین میتونین کوچولو مواد دیگه سنگ‌ها رو به هم میچسبونن. اون قسمت ما به این شکل میایم ما خطوط تیره تر باشه چون کاملا در منطقه سایه هستش و یک سری جا هستش که سنگ‌ها رو میبینیم و باز هم نمیاد هستش انگار سنگ شکسته شده فشار بدم، همچنان در حالت های سنگ ریخته شده. آفرین. اونها رو هم باید دقت کنیم و توی طراحیمون یا مایل شکل عمود نیستش. من دارم بارها اینو تاکید میکنم. چرا؟ چون بعضی وقتا خیلی دوستان یکم حوصله‌شون کم هستش، حوصله ندارن وقت زیاد بذارن و حالا دوست داره یاد بگیره ولی سعی میکنه که مثلا با کمترین زمان بخواد یاد بگیره. این برای ابتدا که میخوای آموزش ببینی این یکم عجلت رو بذار کنار، سعی کن دقیق انجام بدی. بعد کم کم به مرور زمان دستت تندتر میشه و زودتر میتونی انجام بدی. بعدش هم که علاقه ایجاد میشه و اصلا خودت دیگه دوست نداری زود تموم کنی و دقت کارتو بیشتر میکنی. تازه من اینجا سرعت ویدیو رو بیشتر کردم برای اینکه خیلی مدت ویدیو بیشتر نشه. به همین شکل ما تمام انگار این بخش رو میریم جلو و تا انتها ما این رو طراحی میکنیم. حالا در ادامه با سرعت 2 برابری و 4 برابری ویدیو شما رو مهمون میکنم به سرعت 4 برابری که با سرعت بالا هم بتونید اون رو مشاهده کنید و اتلاف وقت نداشته باشیم. ما به همین شکل تمام کار رو پیش میبریم و انجام میدیم. نگاه کنید وقتی سرعت بالا میره این تفاوت بهتر احساس میشه، بهتر حس سنگ بودن و حس این که این طرح من واقعا سنگ هستش رو داره به بیننده که در حال حاضر خودم هستم داره چیکار میکنه انتقال میده. و همیشه سعی کنین وقتی که داریم طراحی میکنیم تا حین کار حتما یک برگه بلا استفاده زیر دستمون داشته باشیم، بذاریم که کار چرک نشه.